میخوای دوستای واقعی تو بشناسی؟ فقط کافیه بهتر بشی. برو باشگاه هیکلتو بساز. وزن کم کن، لاغر شو. کار بهتر پیدا کن. حقوقتو بیشتر کن. مدرکتو بگیر. ماشینتو بهتر کن. کلا هیچ فرقی نداره، فقط یه قدم تو زندگیت برو بالا. حتی اگه اون دوستت از تو بالاتر و بهتر باشه، فقط وقتی بهتر بشی بال زدن و حسادتشون رو میبینی. اونجا دوستای واقعی تو میشناسی، چون میفهمی کیا دورتن که اتفاقا از اول هیترت بودن. بعد بشین تماشا کن ببین کیه که اتفاقا بعد بهتر شدنت رفت پشت سرت حرف زد، رفت یه جای دیگه یه بلای دیگه سرت آورد. بعد با اینا رو در رو هم نکنیدا، حتی از زندگیتون حذفشون هم نکنید. اینا رو نگه دارید و حواستون باشه هیچ وقت خبرای خوب زندگیتون به گوششون نرسه، چون اینا دشمنن. همیشه دشمن و نزدیک خودت نگه دار. و حواستون باشه خبرای ادیت شده از شما میشنوه، اون چیزی که تو میخوای که بشنوه رو بشنوه. آها. مایی